إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این بشارت است. اینهایی که قرآن برایشون مژده هست، بشارت هست، به بهشت اونها را بشارت میدهد، اما شرطش استقامت است. پس بشارت برای اهل استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، به درستی کسانی که میگن رب ما الله است، این انابت و هدایت. ثم استقاموا بنویسید تا مرگ، تا لحظات مرگ، این استقامت. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این چی هست؟ این ربط القلب. چنان اونها تقویت میشوند از طرف الله عزوجل. این ثمره استقامت است که هیچ خوفی بر آنان نیست، نسبت به شرایط فعلی خودشون نمیترسند. ولا هم یحزنون، نسبت به آینده خودشان هم غم ندارن. حزن عرض کردم، هم نسبت به آینده میشه، هم نسبت به گذشته میشه. گاهی بسا اوقات انسان نسبت به چیزی که گذشته جوش میزند، مثلا در آخرت رفته و جوش میزند برای زندگی دنیا که از دست داد، نسبت به اون هم حزنی نیست. نسبت به آینده که چه برخوردی با او میشه هم نیست. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها، الله می فرماید این گروه، این جماعت اصحاب جنت هستند، همیشه در آن جنت. جزاء بما كانوا یعملون، جزاشون هست، پاداششون هست جنت و بهشت. اما بما كانوا یعملون با سببی است، به سبب عمل کردشان. بازم بنویسید سبب ظاهری. جنت را و بهشت را خدای عزوجل به شما انشاءالله میدهد. سبب ظاهری عمل شماست، سبب ظاهری نماز و تقوای شماست، طاعت و بندگی شماست. اما سبب حقیقی چیه؟ فضلا من الله و رحمت. صبح خواندید، سبب حقیقی فضل الله است، لطف و احسان الله است.